سلام، به یک ویدیوی کتابی دیگه خوش آمدید و من خیلی خوشحال هستم که دوباره اینجا هستم و براتون درباره کتاب این ویدیو میگیرم. و قسمی که شما میفهمین سال جدیدی میلادی آغاز شده و سال 2026 و من هر سال در سال میلادی لیست کتابای خود تعیین میکنم که تا آخر سال او کتابا رو بخونم و که سال 2026 هست و من میخوایم که تصمیم دارم که 26 کتاب تمام کنم. در سال 2025 تصمیم داشتم که 25 کتاب تمام بکنم، اما فقط 23 کتاب تمام کردم، فقط دوتاش ماند. و بعضی کتاب ها در جریان سال هم تصمیم تغییر کرد بعد مصروفیت های دیگه و بعضی کتاب ها را از کتابخانه قرض گرفتم یا پی دی اف چه خواندم. بعضی کتاب ها از لیستم ماند، در لیستم همونطور ماند و میخوایم که امسال او کتابایی که از سال گذشته مانده بخونم و کتابای جدید دیگه. و میخوایم در این ویدیو براتون کتابایی که تصمیم دارم 26 کتابی که تصمیم دارم بخونم را براتون نشان میدم و کمی دربارش بگم. کتابایی که از سال 2025 مانده و تصمیم داشتم که بخونم اما نشد و میخوایم که حالی براتون معرفی بکنم که او کدام کتابا بود. که کتابی نویسنده را خیلی دوست دارم، قلمشه که داستان ها را روایت میکنه و شخصیت ها را دی بوک لور و من کتابی که درباره کتاب باشه را زیاد دوست دارم. کتاب دیگه The Power of Now که چقدر خیلی مدت است که میخوایم رو بخونم، چون یکی از کتابای مشهور اکارت توله هست و تصمیم دارم که کتاب هم بخونم. کتاب شعر تقریبا تا نیمش خواندم، اما چون ما عادت دارم اگر یک کتاب بخونم در یک روز تمام میشه، چون که خیلی خطایش کوتاه هست، شعرهای کوتاه هست. تصمیم دارم این سال بخیر کتابم تمام کنم. کتاب دیگه که کتاب انگلیسی است، داستان کوریایی که حجمش زیاده، شاید به همین خاطر جرئت نکردم که شروع بکنم. تصمیم دارم کتابم بخونم. و یک کتاب دیگه از اکارت توله، کتابم کتاب فارسیش هم هست، سرزمینی نو، شاید دیره بخونم یا شاید فارسیش بخونم. یک کتاب هپی پلیس، کتاب تانی میخواندم اما تمامش نکردم. این کتاب شاید اثر باید شروع کنم، چون که داستانش عجب بوده که داستانش چی بود. و یک کتابی عنوانش هست Hello Beautiful، داستانی کلاسیک است، دارم که هم بخوانم. و کتاب اولی میخوایم کتابای فارسی که میخوایم این سال بخونم براتون معرفی بکنم، چون که من بیشتر از کتابای انگلیسی زیادتر کتابای فارسی رو دوست دارم بخونم، چون که چون فارسی زبان خودم است و بهتر کتاب درک میکنم، احساس میکنم باش، همراهش هم حس میشم، با تمام اعضای قلب، با تمام قلب احساس میکنم که چی میگه یا داستان چی میشه یا روایت کننده چه احساس دارم. یعنی به قلب بدن نزدیکی داره نسبت به کتاب انگلیسی، چون کتاب انگلیسی را بعض لغتهایش را چیزایش را نمیفهم و زیاد روان نیستیم به انگلیسی. وای فارسی که میخوایم بخونم، اولیش که داستان ایرانیه که خیلی تعریفش شنیدم در اینستاگرام و سوشال میدیا و کسایی که را خواندن دوستش داشتن و داستان ایرانی بسیار غم‌انگیز و سمفونی مردگان و اولین کتاب فارسی که میخوایم بخونم، خیلی به خاطرش شوق دارم. کتاب دیگه که هم از همین نویسنده عباس معروفی، سالی بلوایی، هم بعد از این کتابش هم خیلی معروف است، همگی خواندن و میخوایم که این سالی رو بخونم. کتاب بعدی که در یکی از نمایشگاه های ایرانی ده اینجا در خاطر نوروز گرفته بودم، پارسال نشد که بخونم. امسال بخیر تصمیم دارم در نوروز این سال کتاب بخونم. حجمش کم است اما تمرین داره، به خاطر کتاب توصیف فردی و تمرینایی داره که باید انجام بدیم که اگه بخوایم یک بهترین سال داشته باشیم. کتابی بعدی
انجمن شاعران مرده که هم فیلمش هست هم کتابش، و همگی هم فیلمش رو داشتن هم کتابش رو دوست داشتن و من هم خواستم که کتابا بخوانم. و کتاب بعدی بازم کتاب از نویسنده ایرانی است، صادق هدایت، یکی از نویسنده های مشهور است که با این کتابش خیلی مشهور است، یعنی گلگیر خونده بوفیکور، و خیلی کوتاه هم هست، میشه که زودتر تمام شود. شاید برای نظر ندارم که چی هست، وقتی بخوانیم باید میفهمیم. کتاب دیگه که عنوانش مرا جلب کرد که حس کردم باید بخوانم، هنر همه فن حریف شدن در احساسات. رسمکاش ببینیم، اینه که بیشتر اوقات ما متوجه احساسات خود نیستیم، یعنی چه احساس داریم، یعنی بعضی احساسات رو نمیدونیم چه قسم عکس العمل امرش نشون بدیم، چون که تمام عمل و عکس العمل و رویه رفتار روزانه ما ارتباط مستقیم داره با احساسات ما. اگر حس خوب داشته باشیم طبعا خوب عمل میکنیم، و احساس بد داشته باشیم، استرس اضطراب داشته باشیم، یعنی هدفهایی که در جریان روز داریم که بخوایم عمل کنیم نمیتونیم، و بعد افکار منفی تکرار شده میره. و فکر کردم که من به کتاب نیاز دارم که بخوانم و درباره احساسات خود بیشتر بفهمم. و کتابی که خیلی هیجان دارم، کتاب دیگه که میخوایم بخوانم، من و مولانا، از زندگانی شمس تبریزی، شد چه رقم معرفی شده، و بعد میخوایم که خوشحال هستم که میتونم معلومات بیشتر درباره شمس مولانا با خواندن کتاب داشته باشم و بیشتر معرفی شم امراشم. و کتاب دیگه که در ویدیو اولی هم معرفی کرده بودم، اول عاشق خودت باش. این کتاب من فقط روزی یک بار، صفحه یک بار، یعنی هر وقت که نیاز می داشتم به یک تلنگر یا یک انگیزه یا یک چیزی نو، من این یک صفحه یا یک عنوان می خواندم تا در جریان زندگی روزمره یک تجربه داشته باشیم یا یک فکر داشته باشیم. و امسال میخوایم کتاب شاید یک بارگی بخوانم یا آهسته آهسته کتاب هم بخیر تمام کنم. و کتاب دیگه که کتاب اصلا کتاب انگلیسی هست اما ترجمه شده، من ترجمه دوست دارم چون بیشتر درک میکنم مفهومم. تو خود عاشقی باش که در جستن آنی. و یا امیدوارم که کتابم تمام کنم. کتاب دیگه از نویسنده کانادایی اگرا که یک کتاب دیگه شه قبلا معرفی کرده بودم، و زمان بندی خدا اعتماد کن، و این کتاب دیگه شد 365 روز شکرگزاری از خدا. میشه که با این کتاب هم فال ببینیم. و دو کتاب دیگه از هاکان منکوش که اید داره هم امسال بخیر تصمیم دارم بخونم، و کتاب های فارسی همیشه بود امسال انشالله کلش را تمام بکنم. و کتاب های جدیدی انگلیسی که میخوایم امسال بخونم اینجا این کتاب First Time Caller، این از کتابخانه قرض گرفتم و باید بهتر بخونم چون 2 هفته 3 هفته وقت دارم که کتاب تمام کنم. این کتاب من از یوتیوبر دلخواهیم که او خوانده بود و خیلی دوستش داشت و من تشویق شدم که دلم شد که من یک کتاب میخوایم بخونم. کتاب بعدی که در وقت خیلی یکی از بفرش داریم کتاب های در نیویورک تایم است و از این نویسنده چند کتاب دیگیش هم داشتم. کتابش هپی پلیس و کتاب دیگیش بوگلاور، یعنی این نویسنده رو خودم دوست دارم و میخوایم که کتاب هفته کتابش امسال بخونم و بیشتر تعریف ایره زیادتر شدم از زیادی یوتیوبرای کسی که یوتیوبرای انگلیسی که درباره کتاب گفتن. و کتاب هیچ نظر ندارم که چه قسم کتاب است، خوبش هست نیست، داستانش چی است، اما این کتاب من از به خاطر
جلوش و به خاطر عنوانش خوش کردیم. یعنی خواستم این توجه مجلس کرد، خواستم بخوانم ببینیم که چقدر داستان خواهد بود. و کتاب دیگه Murder in Bookshop یم به خاطر عنوانش هست، چون که من کتاب درباره کتابخانه را دوست دارم که بخوانم دربارش. و یکی از کتاب‌های دیگه کالین هوور، من از این نویسنده چند کتاب خواندم و کتابی که ازش دوست دارم End with Us. کتاب دیگه شاید ایرم در نوامبر بخوانم. و کتاب دیگه یکی از طویل ترین کتابایی که امسال تصمیم دارم بخوانم. تا حالی رو من فقط 5 ترین صفحه که پرحجم ترین کتابی که خواندم شاید 600 صفحه یا 500 صفحه باشه و این تقریبا 80 میلیون 80 صفحه و درباره هردیم زیاد ویدیوها را دیدیم و نویسنده یوتیوبر را دربارش گفتن و این کتاب دوست داشتن و انشالله که کتابم بخوانم. این کتاب راستی کتاب غم‌انگیز است، درباره 4 دوست است که در نیویورک زندگی میکنن و معطل هستن و مشکلات زندگی و دیگه ببینیم که داستان چی میشه و با کجا میرن. کتاب همطوری خوش کردم. راستی در کتابخانه تخفیف بود، در کتاب فروش تخفیف بود. اگر چند ته کتاب بیشتر میگرفتی بر تخفیف میدن، این را به خاطر از که شامل تخفیف شد گرفتم. و کتاب بعدی، کتاب آخری که این هم کتاب خودیاری خیلی مشهور است، نویسنده و این کتاب خیلی پرفروشترین کتاب است. بیشتر از 3 میلیون کپی فروخته شده و تصمیم دارم که هیرم بخونم. و این بود تمام لیست کتاب‌های 2026 کتاب و امیدوار هستم که همیشه بخونم و تمام کنم، حتی بیشتر، اما مهم نیست اگر نشدم، مهم خواندن کتاب است. و شما هم از لیست کتاب‌هایتان برام بگوین که امسال میخواین کدام کتاب‌ها رو بخونین. تا شما رو در ویدیوی دیگه میبینم. خداحافظ. بای.